امروز با هم میریم به باغ زیبای فین کاشان. دلیل اسم گذاری باغ فین به خاطر منطقه‌ایه که توش این باغ بنا شده، محله‌ای با همین اسم. منطقه فین کاشان همیشه به خاطر چشمه‌ای که تو اونجا جریان داشته مورد توجه پادشاهان و حاکمان قرار می گرفته. در رابطه با معنی فین یه سری میگن عربی شده کلمه پین به معنای پایانه و چون پایانی ترین نقطه شهر بوده بهش میگفتن پین. یه سری دیگه هم میگن که اسم فین از فینه گرفته شده، کلاهی که مردم این شهر به سرشون میذاشتن. اینجا یه ساختمان دو طبقه است که در دوره صفوی ساخته شده و بهش میگن عمارت سردر. ما از هشتی پایین عمارت سردر بلیت گرفتیم و رفتیم تو. وقتی چشممون به باغ افتاد از شکوه و زیباییش پرامون مشوش شد. در واقع قدمت باغ فین کاشان خیلی دقیق مشخص نیست، اما یه سری زمان ساخت این باغ رو به زمان اردشیر بابکان نسبت میدن و یه سری دیگه هم میگن که برمیگرده به زمان یعقوب لیث صفاری، آل بویه و ایلخانان. کوشک صفوی در زمان شاه عباس اول صفوی ساخته شده. این کوشک هم دو طبقه داره و محلی بوده برای مراسم، جشنها و تفریح شاه. کوشک صفوی شکلی 4 ضلعی داره که یک حوض دقیقاً در مرکزش قرار گرفته. در زمان شاه عباس اول صفوی اقدامات معماری و بازسازی جالبی برای باغ فین انجام شد، اما اغلب بناهای امروزی باغ فین کاشان حاصل دوران فتحعلی شاه قاجاره که علاقه زیادی به باغ و چشمه فین داشته و البته شاهان دیگه. دوران پهلوی و جمهوری اسلامی هم بیشتر کارهای مربوط به مرمت بنا، استخرها و سنگ فرشها اتفاق افتاده و ثبت ملی و جهانیش هم تو این دوره ها بوده. اینجا هم کوشک قاجاره که تو زمان فتحعلی شاه ساخته شده. کوشک قاجار یه 4 تاقی با حوض جوشانه. اینم حوض آرزوهاست که میگن اگه سکه بندازی توش آرزوت برآورده میشه. البته بذارید نپذیرم اون کارتای بانکی رو که وسط حوض افتادن. اما اتفاقات مهمی که تو این باغ افتاده، اولیش جشن شاه اسماعیل صفویه. شاه اسماعیل صفوی بعد از اینکه بر دشمنان خودش پیروز میشه، همون اوایل حکومتش میاد کاشان و تو باغ فین جشنی برای همه مردم برگزار میکنه. یکی دیگه از اتفاقات مهم مرگ شاه صفی بوده. اون باغ فین رو خیلی دوست داشته و تو آخرین سفرش بنا به روایتی میگن
بر اثر مصرف بیش از اندازه مشروبات الکلی جان خودش رو از دست میده و بعد از این واقعه فرزند 10 سالش تو همین باغ تاجگذاری میکنه و به سلطنت میرسه. و اما آخریش هم قتل امیرکبیره که قبلا کامل راجبش صحبت کردیم. درختان از عناصر اصلی باغ فین هستند. این باغ 579 درخت سرو داره و 11 درخت چنار. تو باغ درختایی هست که سنشون به 500 سال هم میرسه. یه سری حوض و فواره برای ایجاد حس آرامش و خنکی در باغ طراحی شده که خیلی از کاوشگران ایرانی و غیر ایرانی هنوز نتونستن سر از سیستم پیچیده فوران و مکش آبهای این باغ در بیارن. وسعت باغ فین کاشان به حدود 34,000 متر مربع میرسه و جزء 9 باغ برتر ایران قرار داره. در قسمت جنوبی باغ فین 2 تا حموم هست که به حمام کوچک و بزرگ معروفن. حمام کوچک از آثار دوره صفوی و همراه با بنای اولیه باغ فین کاشان ساخته شده. حمام بزرگ هم در دوران قاجار و به فرمان فتحعلی شاه. حمام بزرگ مخصوص امرا و حمام کوچک هم مخصوص خدام بوده. اینجا یه تندیس از پیکر امیرکبیر تو زمان قتلش گذاشته شده، اما علی خان حاجب الدوله تو گرمخانه حمام کوچک و در کنار حوض مرمرین که بین گرمخانه است امیرکبیر رو به قتل میرسونه که دقیقاً میشه همینجا. جلوی باغ هم یه سری رستوران هست که من رفتم و گوشت لوبیا سفارش دادم. خیلی هم چسبید. حالا نمیدونم خوشمزه بود یا چون ما گشنمون بود بهمون چسبید. ممنونم که در این سفر هم همراه ما بودین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره.